از طرف الهه گایا دعوت شدی تا انرژیش رو برای شفای روابطت دریافت بکنی. این ویدیو رو تا انتها تماشا کن و قدم به قدم با من پیش بیا. به چاکرای قلبت متمرکز شو. هر گونه انسداد عاطفی که داری، خیانت ها، طرد شدن ها، بی احترامی ها، همه رو قرار شفا بدیم. در ذهنت مرورشون کن. برای آخرین بار اونها رو ببین و انرژی سبز رنگ رو تصور کن که این انسدادها رو کاملا پاکسازی میکنن. حالا انرژی نو و جدید رو برای ایجاد روابط حمایت کننده و همراه جاری میکنن. نور درخشان صورتی رو تصور کن. تو میتونی هر چند روزی که دلت خواست این ویدیو رو تماشا کنی تا این انرژی برات جریان پیدا کنه. گوارای وجود گران قدرت باشه.